مطلبی در مورد پسر 5 ساله‌ای به اسم مایکل خوندم. مادرش متوجه شده بود که یه دختر بچه رو هم بار داره. مایکل خیلی هیجان زده بود و بی‌تاب دیدن خواهر کوچکش بود. هر روز مایکل میومد نزدیک شکم مادرش و برای خواهرش شعر میخوند. میگفت تو نور خورشید منی، تنها نور خورشید منی. هر هفته و هر ماه صدها بار براش شعر میخوند. بالاخره زمان وضع حمل مادرش شد. موقع عمل مشکلاتی به وجود اومد. مجبور شدن سریع اون رو به اتاق عمل ببرن تا سزارین کنه. متاسفانه حال بچه به نظر خوب نبود. بچه زنده بود، ولی دکترها به والدینش گفتن احتمال خیلی کمی داره که زنده بمونه. بچه رو به بخش مراقبت ویژه نوزادان بردن. مایکل دائم میپرسید کی میتونم خواهر کوچیکم رو ببینم. چند روز گذشت و خبر دادن که بچه ممکنه تا صبح دوام نیاره. مادر مایکل متوجه شد اگه مایکل همون موقع خواهرش رو نبینه ممکنه هرگز اون رو زنده نبینه. وقتی پرستار حواسش نبود یواشکی مایکل رو به بخش مراقبت ویژه برد. مایکل از دیدن دستگاه‌ها و مانیتورهای متصل به خواهرش غافلگیر شد. همون موقع پرستار مایکل رو دید و به مادرش گفت باید از اونجا برم. بدون اینکه مادر مایکل چیزی بگه مایکل شروع به خوندن کرد و گفت تو نور خورشید منی، تنها نور خورشید منی. وقتی آسمان تیره و تاره تویی که من رو شاد میکنی. پرستار متوجه شد ضربان تند قلب نوزاد به حالت عادی برگشت. مایکل رو نگاه کرد و گفت به خوندن ادامه بده. وقتی پرستار چند دقیقه اونجا ایستاد با حیرت نگاه میکرد چون دید ضربان قلب بچه کاملا به حالت عادی برگشته بود. رنگ آبی بدنش ناپدید شده بود و دیگه نمیلرزید و آرام شده بود. حرفهای اون بچه 5 ساله بود که شفا و سلامتی رو برای خواهر کوچیکش آورده بود. علیرغم شانس کمی که داشت امروز اون بچه کاملا سالم و سلامته. حرفهای محبت آمیز معجزه میکنه. آیا از قدرت شفا دهندگیتون استفاده میکنی؟ آیا روحها رو تغذیه میکنی؟ حتی یه روز رو هم بدون ترغیب دیگران به پایان نرسونین. از دیگران تعریف کنین و به اعضای خانوادتون بگین دوستشون دارین. به گفتن حرفای محبت آمیز عادت کنین. دقت کنین که هر روز چه کسی رو میتونین تشویق کنین، به کی پیام بدین و به کی زنگ بزنین. خدا افرادی رو در مسیر شما قرار داده که به تغذیه از سمت شما نیاز دارن. یادتون باشه وقتی با دیگران خوب باشین روح خودتون هم تغذیه میشه.